مسئله بخشش. آیا ما میتونیم بخشیدن؟ کی میتونه بخشیدن؟ کدام نمود آدم ها میتونن بخشیدن؟ در معرفتی فرهنگ ما میگن که بخشیدن آدم های بزرگ میتونن. یکی از صفت های خداوند بخشیدن است، میامرزد. مثلا پیامبر گرامی آمد، بخشش داشت، وقتی که مکه را فتح کرد بخشید که همون کسایی که در عذاب و اذیتش داده بودن در قدر سال. مثلا مشکلات در تاجیکستان شد، جناب عالی اون کسایی که قدر زیان رساندن وقتی در خارجه بودن چی در درون کشور بودن، لیکن گفت که بیایید وطنتان چی زندگی کنید، یعنی که توانستن بخشیدن آدم ها بزرگ میتونن. برای این صفت در خودتان تربیت کنید. یکم بخشیدن لازم است، باید انسان خودش بخشه. یک بار شنید بینید که همون کینه‌ای که در نتیجه آن که ما نسبت دیگران داشتیم و عملی نشد و برعکس به انسان میره به شکل کسل، به شکل مشکلی، یعنی که انسان بدخواه خودش میشود، مثلا تمنای مرگ میکند، تمنای عذاب میکند، یعنی خودش جزا میتید وجدان خودش اگر اینه. برای یکم چیکار کردن نکن، خود ما نباید بخشیدن، تانیم بخشیدن. دویم، ما باید پدر و مادر ما بخشیم که تماما بین ما و آنها یگان ذره هم مثلا مناسبت ناخوب نباشد. چون که اینا پدر و مادرن، پدر و مادر به دنیا آورد، خوب گندت خیلی باشد نباشد پدر و مادر تایی باید بتونه بخشیدن. سیم باید نزدیکان خود بخشیم. با ما زیان بیشتر کی میرسونند؟ همونایی که هر روز خطیبای ما کانتکت داریم، مناسبت رابطه داریم، برای این تونستن در کار بخشیدن آنها. و چهارم، بخشیدن کسانی که شما را زیان رساندند، دانسته یا ندانسته. وقتی که ما و شما مشق روانی کردیم، سکوت کردیم، همون آدم پیش رو میبیاری میگوی که من شما را بخشیدم و خود دورش کنید. چون که در برابر اون که از شما همون گویم که انسان شما میبخشید، ابراز صورتش از شما دور میشود، میرود، اما حالا کینه شما گم میشود. اما حالا تمنیاتی که شما میکنید منفی از شما چی میشه؟ از شما دور میشه. برای همین در همین مسئله بسیار نازک باشید. امروز وظیفه یکم شما چیست؟ بخشیدن، توانستن. کی صفتی آدمای بزرگه، کسانی هستند که بزرگ هستند. دلی بزرگ همه وقت میبخشد. تازه کنه دلتانه از کینه ها، کینه و ایمان در یک جا نمیایستند. این حدیث رسول اکرم است. وقتی که شما بخشیدید، کینه ها دل شما را ترک میکنند. کینه همه وقت مشکلات زیاد میاره، عصبی میکنند، رکار را تنگ میکنند، مشکلات دیگری، فشار و بیماری های گوناگون انسان را متاسفانه میگیره. برای همین امروز وظیفه یکم شما قلب‌های خودتان را تازه کنید و مشق روانی را سر میکنید که این آواز از عقل هاتون رفت ولی از دلم